ولایت افغانستان هستیم. دقیقا. دیگه شکر خدا که ما شما همگی ما هموطن هستیم، مسلمان هستیم، شکر همگی ما شما از افغانستان هستیم. دیگه مهم نیست. بازم به خاطر که شما زیاد سوال کرده بودین، خواهش کرده بودین، خواستیم که ما امروز براتان معلومات بتیم و براتان بگوییم. و دوستایی که ما در برنامه معرفی داشتیم از همه فامیل ما را از همگی گفته بودیم مثلا، و او برنامه ما یک 5 یا 4 هزار بیننده گرفته بود نه، به خاطر که برنامه اول بود دیگه. و بعضی کسا دیده بود ندیده بود، اما حال زیادتر کسایی که ندیده و کتی ما آشنا شدن باز دیده، حال شکر خدا زیاد شده، دوستا زیاد شده، خواستن که بله از ما درست معلومات داشته باشن و ما را خوب صحیح دقیق بشناسن. دیگه ما برای چشم قبول کردیم و امشب دیگه خواستیم که امو چیزایی که به نظر ما چیزی که در حقیقت در زندگی ما هست راست بر شما بگویم و شما را در جریان بانیم. دیگه عزیزان دل، شما خب با نامای ما و تخلصای ما آشنا هستین که من فاطمه خموش هستم. 4 فرزند دارم، شکر خدا پسر. در پاکستان مهاجر هستیم، تقریبا 1.5 سال شد.